سلام و وقتتان بخیر. شما با لحظه نیوز هستید، جایی که ما روزانه تحولات افغانستان و منطقه و جهان را تعقیب میکنیم تا به شما برسانیم. در پایان روز سه‌شنبه 20 جنوری سال 2026 میلادی، چشمانداز سیاسی و امنیتی ایران همچنان پرتنش است. همزمان با ادامه اعتراضهای داخلی و واکنش‌های بین المللی، تحولات مهمی در روابط با ایالات متحده، اسرائیل و بازیگران منطقه‌ای از جمله ترکیه رخ داده که در این بولتن خبری برایتان بازتاب داده می شود. در ادامه خبرهای از افغانستان نیز به شما داریم. نخستین خبر را از بیانیه مجلس ایران شروع می کنیم. هشدار شدید ایران و واکنش جهانی. مجلس ایران با صدور بیانیه هشدار داده که هر گونه حمله بر رهبر عالی رتبه کشور را مساوی با اعلان جهاد و جنگ علیه جهان اسلام تلقی می کند. این بیانیه در بحبوحه تنش فزاینده میان تهران و واشنگتن منتشر شده، جایی که آمریکا بارها تاکید کرده همه گزینه‌ها برای برخورد با ایران روی میز است. اعتراضها و نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای بررسی خشونت‌های نگران کننده علیه معترضان در ایران جلسه فوق‌العاده برگزار خواهد کرد. این نشست به دنبال گزارش‌های گسترده درباره تعداد کشته شدگان اعتراضها برگزار می شود که طبق برخی منابع رسمی بیش از 4000 نفر اعلام شده است. اما دولت ایران این آمار را تایید نمی کند. و همچنان هشدارهای اسرائیل علیه ایران. نخست وزیر اسرائیل در اظهارات هشدار داده که اگر ایران اقدامی علیه منافع یا امنیت اسرائیل انجام دهد، پاسخ با نیرویی که تاکنون تجربه نکرده دریافت خواهد کرد. این سخنان در حال مطرح شده که تنش‌ها میان دو کشور و با مشارکت ایالات متحده در منطقه تشدید یافته است. خبر آخری ما در خصوص رویدادهای ایران این است که ترکیه چشم به نقش دیپلماتیک در خصوص موضوعات ایران دارد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در سخنانی گفته است که کشورش امیدوار است بحران داخلی ایران با گفتگو و دیپلماسی حل شود و مخالف هر گونه اقدامی است که میتواند منطقه را وارد هرج و مرج کند. این موضوع آنکارا در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش مناقشات منطقه‌ای و تنش ایران و اسرائیل اهمیت دارد. با حالا توجه کنید به خبری از افغانستان. مسئولیت انفجار دیروز در کوچه گلفروشی شهر نو کابل را داعش به عهده گرفته است. شاخه خراسان داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و در این حمله حداقل 7 نفر از جمله یک تبع چینی کشته شدند و چندین نفر دیگر نیز مجروح شدند. مقام‌های چین وضعیت را بسیار نگران کننده خوانده و خواستار حفاظت بهتر از شهروندان خود شدند. پس از این حمله سفارت چین در کابل رسما به شهروندان خود توصیه کرد که از سفر به افغانستان به دلیل خطرات امنیتی خودداری کنند و شرکت‌ها و افراد مقیم در کابل و افغانستان نیز باید احتیاطات بیشتری انجام دهند. تشکر که تا آخر این بولتن خبری با لحظه نیوز بودید.